سلام عزیزان دلم، امروز با یک ویدیو تازه آمدیم به خانه های شما. آموزش پخت بادنجان شکم پره داریم. با گوشت چرخ کرده بسیار خوشمزه و مزه‌دار است و مجلسی وشی. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک یادتان نرود. مواد لازم برای تهیه این غذا: 3 عدد بادنجان سیاه، 1 عدد فلفل دلمه‌ای، 3 عدد بادنجان رومی، 3 حبه سیر، 2 عدد پیاز خرد شده و 250 گرم گوشت چرخ کرده. 3 عدد بادنجان سیاه داریم که بادنجان سیاه را ابتدا قسمت سرش با کارد جدا میکنیم و شروع میکنیم به پوست گرفتن. کل بادنجان را پوست میگیریم و در آب نمک به مدت زمان نیم ساعت میمانیم تا تلخی بادنجان گرفته شود. بادنجان ها بعد از اینکه کاملا پوست گرفته و داخل آب نمک ماندن، حالی 1 عدد فلفل دلمه سبز داریم که من حدودا نصفش استفاده میکنم و به صورت خلالی خرد میکنم. بهتره که فلفل دلمه سبز استفاده کنی، هم رنگ زیباتری به غذا میده و هم طعم غذا را بهتر میکنه. 3 عدد بادنجان رومی داریم که من قسمت سفتی بادنجان رومی را میگیرم و از میان به 2 نیم تقسیم میکنم و بعد دوباره به 2 نیم تقسیم میکنم. حالی داخل تابه مقداری روغن انداختیم و بادنجان را داخل تابه میمانیم و سرخ میکنیم. موقع سرخ کردن بادنجان سیاه با قاشق یا چنگالی که داریم بادنجان را برگردان کنید تا همه اطراف بادنجان به خوبی سرخ شود و حتی قسمت انتهایی بادنجان هم با چنگال کمی نگه دارید تا سرخ شود و سفت نماند. بادنجان های سرخ شده را از داخل روغن در آوردیم و مقدار روغنی که داخل تابه مانده بود داخل یک ظرف دیگه میریزیم و 1 عدد پیاز خرد شده را اضافه میکنیم و میمانیم که سرخ شود. لازم نیست که کاملا طلایی شود، کمی که سبک شد کافیه و حالی گوشت چرخ کرده حدودا 250 گرم اضافه میکنیم و گوشت چرخ کرده را مدام هم میزنیم تا کاملا سرخ شود. حالی مقداری فلفل سیاه اضافه میکنه برای خوش‌طعم شدن گوشت چرخ کرده و حالی مقداری زردچوبه. عزیزان مقدار زردچوبه بسیار باید کم باشد، نیم قاشق چایخوری کمتر، فقط طعم این گوشت چرخ کرده و رنگش رو عوض میکنه. حالی مقداری نمک اضافه میکنیم و دوباره حدوداً 1 دقیقه دیگه این مواد سرخ میکنیم و بعد از 1 دقیقه از روی حرارت برمی‌داریم. بادنجان هایی که سرخ شده بوده با کارد 1 دانه برش میدیم از مابین. دقت کنید موقع برش دادن که قسمت انتها کاملا به 2 نیم تقسیم نشود و فقط 1 برش بخوره. حالی با چنگال برشی که دادیم کمی باز میکنیم و داخلش از مواد گوشت چرخ کرده ای که تیار کرده بودیم با قاشق میمانیم. عزیزان همینطور کل از این بادنجان ها را با از این مواد گوشت چرخ کرده پر میکنیم. حالا میریم سس از این بادنجان را تیار کنیم. داخل تابه مقداری از روغنی که مانده بود حالی 1 عدد پیاز خرد شده را اضافه میکنیم و پیاز را سرخ میکنیم. پیاز که کمی طلایی شد حالی 3 حبه سیری که داریم به صورت رنده شده یا له شده بهش اضافه میکنیم. عزیزان این سیر اگه میتونید تازه استفاده کنید که طعم غذای شما بسیار خوشمزه و عالی میشه. و حالی سیر هم حدوداً 1 الی 2 دقیقه تفت میدیم تا بوی سیر گرفته شود و حالی رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم که من رو با 1 قاشق غذاخوری آب مخلوط کردم و اضافه کردم.
رو به حدوداً 1 دقیقه الی 2 دقیقه سرخ میکنیم و حالی مقداری نمک اضافه میکنیم برای سس از این غذا. نیم قاشق چایخوری زردچوبه اضافه میکنیم. عزیزان همینطور که میبینی این غذا ادویه زیادی نداره ولی واقعا خیلی خوشمزه میشه. باید حتما امتحان کنید. یک غذای شیک و مجلسی برای مهمانی های شما. این سسش تیار شد و حالی است بادنجانای شکمپور را داخل دیگ میمانیم. عزیزان دلم، در صورتی که میخوای مقدار بادنجان زیادی برای مهمانی تیار کنید میتونید داخل دیگ نپزین و داخل یک دانه پتنوس داش بمانید و در داخل داش پخته کنید و روش یک دانه فویل آهنی بگیرید و داخل داش بپزید. حالا ما بادنجانای رومی که خرد کرده بودیم و میچینیم و حالی فلفلای دلمه‌ای را و ما در سس مقدار 2 قاشق غذاخوری آب اضافه میکنم و حالی این سس روی از این بادنجان ها میریزیم. عزیزان آب زیادی لازم نداره چون این بادنجان های رومی خودش آب میده و موقع پخت با همین آب خود بادنجان رومی این غذا کاملا پخته میشه. و در دیگه میبندیم به مدت زمان نیم ساعت تا 35 دقیقه با حرارت متوسط میمانیم که این بادنجان ها پخته شود. بعد از 35 دقیقه میبینیم که غذا آماده شده و دیگه از روی حرارت برمیداریم. حالا غذا را داخل ظرف مورد نظر میکشیم. دقت کنید که موقع برداشتن این بادنجان های شکمپور با کفگیر به خوبی بلند کنید تا که بادنجان شکمپور شما خراب نشه. حالا من در کنارش باز مقدار ریحان این غذا را تزیین میکنم. غذا واقعا یک غذای خوشمزه. امیدوارم که شما عزیزانم این غذا را داخل خانه بپزین و امتحان کنید. میتونید این غذا را در کنارش با ماست هم نوش جان کنید و با برنج بسیار مزه دار است. من امروز با نان نوش جان میکنم. جای شما عزیزان خالی. اگر این ویدیو من را دوست داشتین لطفاً ویدیو را لایک کنید، چینل خواهرتان را سابسکرایب کنید، نماد زنگوله بزنید تا ویدیوهای بعدی من را از دست ندهید. تشکر از شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.